مادر جان من، دیر جان من، تو را یگانه گفتم چه خانه گفتم. رابعه مدتی 3 سال می شود که در این صنفخانه دانش می آموزد و همراه همصنفانش و با یاری معلمه اشان به مشغولیت ها جلب می شود. او توسط تحصیلات فراگیر توانست رنگ ها را از خود نموده در برابر این عکس ها و اشیاها را از همدیگر فرق نماید. او با یک دلگرمی و محبت خاصه به کتاب آن را ورق زده و عکس و حرف ها را تکرار می کند. در قطار رابعه دیگر کودکانی نیز هستند که برای آموزش به این درگاه می آیند و تعلیم می گیرند. آنها از زحمت شبانه روزی منیره جورایوا که معلمه اشان است توانستند که شعر را از بر نموده رنگ ها را آموزند و خلاصه تعلیم گیرند. منیره جورایوا مدت 7 سال است که با چنین کودکانی دارای سندروم داون و دیگر کودکانی دارای امکانیت های محدود هستند فعالیت نماید. ما برای مکتب تیار کردن اینو پیش از همه حرفای رقمای اول اشیاها کاتگوری میکنیم. اشیاهایی که از خود کردن، رنگ‌های از خود کردن با حرف‌های رقم‌های می آموزیم تا من حرف‌های جمع کرده کلمه ساختن با نوشتن یاد میتیم، رسم کشی یاد میتیم. حرکت میکنیم که اینا وقتی که اینجا میبیان یک چی آموزن و کدامش که تیار شدن مکتب میانه به گسیل میکنیم. تقریبا در مدت چقدر تیار میشه یک نفر؟ کودکی هست که بعضی چیزای تیز قبول میکند، من یک 2 ساعت 3 ساعت و قبول میکند. کودکی هست که با وزن تراش تا 3-4 ماه دوام میکند برای قبول کنی. بعضی اشیاهای ساده هم باشد، بعضیش قریب ماه دوام میکند، بعضیش باشد 2 ساعت 3 ساعت با از خود میکنه. اولش با کمتر دشواری میکشیم که با کودک رفتار خانه به میکردگیش میکند، لیکن ما باید آرامانه پرطاقتانه قطعی وای کار میکنیم. بعد وای همین روش درس با الکی از خود میکند. کودکان ما اول نوشتن به دشواری میکشند. ما یک بار حرف نیو اول به واسطه نقطه ها حرف رو اول حرفای می نویسیم قلم کردیم از روی هوای می نویسن آیسته آیسته از ابوادکا می گوییم به هوای می بروریم به نقطه می مونیم توچکا کرده همه خیلی آیسته آیسته از همه می بروریم. کودکای ما کمتر نویسن به مشکلی می کشن، لیکن ما به واسطه همه ابوادکا می گوییم همه کتین یاردم کرده اینای آیسته از همه ابوادکا می بروریم نویسن بعد عادت می کنن. با صنفخانه ما غیر از کودکان دارای سندروم داون باز کودکان دارای اوتیسم و DCP میگن عقیمانی فلج معینه سر و همه حالت ها کتین میبیان. ما برای که درس به مکتب تیار کنیم در یک هفته پیشتر 3 بار درس میگذاشتیم، یک هفته به 3 روز میگذاشتیم، حاضر 2 روز میگذاریم، روزهای دوشنبه چهارشنبه. باز ما کودکانی که نطقشان سوست گپ زدن نمیتونن با اونها درس های لگپدی میگذاریم، روزهای سه شنبه پنج شنبه خیلی اگر بیاین روزهای جمعه 3 روز درس های لگپدی میگذاریم. اگر کودک لازم شود مساج دهانش میکنیم، رویش مساج میکنیم، دستاش مساج میکنیم. این برای انکشاف نطق کودک یاردم میکند. تجربه همین نشان داد که بعضی کودکا انا گپ نمیدونن گفتم خانه بهم اهمیت نمیتین دقت نمیتین همه خیلی زبان حرکت نمیکند. اگر زبان مشکای رو مشکای لب و دهان اگر نقص حرکت کند کودک آزادانه همون کلمه گفته میتواند یا که حرفای گفته میتواند. وقتی که زبان حرکتاش نادرست است یا که من زبان بالا پایان حرکت نمیکنه این طرف حرکت نمیکند همون وقت به هم آب دهان کودک میرد هم نطقش برون نمیشد. برای همین این حالت ها به ما از مساج زبان و دهان استفاده میبریم، مساج رویه استفاده میبریم، چون که این مشکا باید حرکت کند، مشکای لب و دهان لونج حرکت کند. بعضی مصلحت ها میتیم مادر که در وقت زبان کودک بالا نرفتن
استفاده برن، شیر قاق و من چکه میگویم چیزای استفاده برن که زبان پولو پایون به اطراف حرکت کند. غیر از این بعضی پلاستیلینوی وای هست برای مطوری که دستش انکشاف یافتن، طرز درست قپیدن روچکه یا که طرز درست قپیدن اشیاها، ما دستای اینوی مساج میکنیم. بعد برای شده شدن همین حرکت دستاش نقش شدن بعضی اشیاها استفاده میبریم. تا تولد رابیه مادرش درباره بیماری سیندروم داون چیزی نمیدانست و باری اول نام بیماری را از دکتران بعد از تولد دخترش فهمید. ما 4 سال من 4 سال که دخترم در درس میگیره، تعلیم میگیره. آماتیش سازای فهمیشش کمتر سستر است. گپزنیش وقتی که ما اینجا آوردیم خیلی گپزنیش ساز شد. ما همه طرف ساز خیلی برای فقط فرزند این بای 9 سالی من مادر خودش میدونه. ای دیگه فرزند من 4 فرزند من فرزندم همش سالی من به خانه در خودشون من قطیمه همین این 9 سالیم خیلی مادر برای زیغ میشم. برای من یگان گپ که میگم من بسیار گپایی نمیفهمیدم، زیغ میشیدم که دختری من چی میگه. نگاه میکردم گودکوب در بیرو بازی میکنه، دخترم در بانی وای گودکو نه. من زیغ میشدم برای دخترم که من میگفتم یا جا من حرکت کنم که دختری من در بانی همین گودکو به خاطر هم گودکای سالم بوده که من وای شوم. بانی گودکای سالم داشته. ها مشکل نه با مشکل من نمیفهم. چند بار تکرار میکنم چی میگی رابیه، چی گفتی رابیه، چی میگی رابیه، چند بار تکرار میکنم که چی میگی رابیه. این دست میگرفتم میبردم بیا رفتیم شامم ته پیش هوای میگفت پیش چی میری خبر میره پیش همه چیز میستاد من میفهمم که این رابیه همیشه میگفته. عصبی میشم با همین حرکت میکردم که خود به همین دخترم عصب من شام نتیمو آرام اگر عصبی شوم که این با هم خیلی بی‌نصریم خیلی زیغ میشم ایتری من گردنش کرد نگاه کردم ایسا وقتی که من عصبی حرکت میکردم که من عصبی نشم با پیش همین فرزندم خود من میخپیدم که من همین دخترم عصبی نشم و چی فکری میگه باید من همین رو وای کنم. ها در مسئله انتخاب وای همین انتخاب یا کم خیر فعل دارن که انتخاب دیگه خودشون میکنن. این اگه چون من انتخاب کنم وای معقول نشه کو وای من برای من بازار میرم خودشم میبرم که دخترم خودش انتخاب کنه یا پاپوشی یا لباس من همون رو میگیرم. من بیارم انتخاب اگه معقولش کنم من همین کنم نمیگیرم. من همین در بالنسی همین یکم رادون تولد کردم شم یکم رادون تولد چیز گفتن که فرزند دو ما چی قم خزیق فرزند ما چه خیلی ما فکر کردیم که اگه وای ما داونر یکم بار فهمیدم که داونر چه همونجا گفتن مرا ورج گفت من خودم داولین که تولد کردم درباره داولین بلند شد ورج وقتی که من فهمون ما گفتم آخه هیچ خیلی کسل هیچ هم کسل همین قپای چیزی نشه همین که فهمیش عقلش ایگودکای سالم 1 سال 2 سال قفا مونده های همین خجگون وای نداره من فهمیش من دختری من خیلی صد باشه گوشت خیلی حرکت کنم اینجا آوردم شین خواندن نوشتن با یاردن معلم ها خیلی حرکت جسوس با ما بالنیسا آورد میره با ما زنک همین ادرسای همیو رو داد گفت تو زیغ نشه گفت خیلی کسل هست گفتم فلان مکتب رو بگو معلمی نصیبه هست اگه من وقت همش وای میکنم من همین جا اومدم با ایو خیلی قطعا مصلحت کردم با ما دیدم که خیلی بزرگ بوده بچه دختر بسیار بود یعنی همینجا ما آوردم با همین دیدم که داونش هم خیلی بوده همیو بود ها در مدت وقتی که در خانه بود تماما دیگه خیلی بود سوس بود حرکت نکرد اینجا آوردم هوشیار شد دیگه دختری من کجای روان کنم میره این مغازین روان میکنم میره خرید میکنه باز چی بگیرم میاد اونجا دختری من خیلی فهمیش سوزای یعنی به خونه همسایه روان میکنم اگه چی ده دخترم وای میکنه میگیره میاد چیزی که روان کنه میگیره میاد خیلی فهمیش سوزای نطقشم بروشی ها نقشم خیلی بروش دیگه در خانه بود قبل من جو آوردم نه خواندن نوشتن همه چیز خیلی وایش دیگه دختر توصیه میتونم خیلی مادری که فرزند داشته باشن در خیلی مؤسسه ها وای کنن من پیشنهاد کنم فرزندا رو بیارم در خانه میمونه یا در این دختر مگر دو روز درس نبیارم که دیگه خیلی میشه همین خصوص میشه گرنگ میشه وقتی در خانه مون یا بر کوچه برو آوردن که هم خودشون آزاد حس میکنن خیلی هم انسانن میخوان که بین مردم باشن میخوان بین جمع اومده باشن نه مادرانی که وای دارن خواهش میکنم که به هم مؤسسه وای کنن فرزندای خود در خانه نمونن که یک بار وای میشن هم خودشون زیغ میشن هم فرزند اینا در خانه هم بودم برای فرزندم هم زیغ میشدم میگفتم این چیکار کنم من اینجا بودم خیلی دیدم یهو که بدای با که میان نصیحت کردن که خیلی موی هم داریم همین فرزند اینا خیلی با دلی ما وایش دیگه خوشلو مادرم دیرشو مادرم گازی یگانم خوشه خواهرم همه ساله دهها کودکان امکانیتشان محدود و تحصیل فراگیر جلب شده توسط عیانیت‌ها و لوازمات دانش و ملکه خود را مکمل می‌گردانند.